یکی از قدرتمندترین مردان روی زمین، صاحب منصبی است که نزدیک به 2000 سال پابرجا بوده است. در حالی که جهان تغییر می کند و ایمان دگرگون می شود، قدرت او کماکان پابرجاست. آنچه با فرستادن یک رسول آغاز شد تبدیل به 1,200,000,000 پیرو تحت رهبری یک مرد گردید. او رهبری کلیسای کاتولیک یا همان پاپ است و این مسیر رسیدن او به قدرت. قدرتمندترین مرد تاریخ. در این بخش از برنامه برای نخستین بار شاهد فرمانهایی خواهیم بود که از سوی روم به قاره جدید فرستاده شدند. فرمانهایی که رسواترین پاپ‌های تاریخ واتیکان را افشا می‌کنند و پیشرفت‌های حیرت انگیز اکتشافات جغرافیایی را می‌نمایانند. پیشرفت‌هایی در همتنیده در شبکه‌هایی از روابط جنسی، رشوه‌خواری و رقابت‌های مرگبار. ارزش پیشرفت‌ها. از زمان پطرس قدیس تا پایان قرون وسطی، پاپ‌ها در حکم مشعل ایمان، اخلاق و رهبری مذهبی عمل کردند. ولی در حالی که نفوذ کلیسا گسترش می‌یابد، دام‌های قدرت حتی زاهدترین و با ایمانترین مردان را هم اغوا می‌کنند. در سال 1417 مقام پاپ به مدت 40 سال میان فرانسه و ایتالیا تقسیم شده بود. ولی پس از شیوع طاعون، پاپ مارتین پنجم کلیسا را دوباره متحد ساخت و شروع به بازسازی نهاد کلیسا و شهر روم کرد که هر دو روزگاری عظیم و پر رونق بودند. It was with the return of the papacy to Rome that its heart began to beat again, and it started to grow and to function as the center of the Western Church. And that was when the Renaissance really kicked in. Very gradually, as Europe climbs back into economic activity, you start to see a class emerge with enough money to have aspirations to buy things. Luxury comes back on the scene. در حالی که طبقه سرمایه‌دار و تاجر شروع به شکل گیری کرد، اروپا وارد دوران پیشرفت‌های انقلابی در هنر و علم شد. کاوشگران به جستجوی سرزمین‌های جدید برآمدند و نخستین ساعت مکانیکی و دستگاه چاپ گوتنبرگ اختراع شدند. And on the walls of the churches, you start to see for the first time that when human beings appear, they're not just tiny. Man is standing a little closer next to God. و نزدیکترین انسان به خدا پاپ است. We owe some of the most significant art in Western history to the popes of the Renaissance. The world of Michelangelo, Leonardo, Raphael, and a whole succession of popes act as patrons to this huge flowering of the Western imagination. The Renaissance popes reshaped the city of Rome into what we know it today. امروزه سالانه بیش از 10 میلیون توریست به روم سفر می‌کنند تا شاهد هنر و معماری باشند که به سفارش پاپ‌های دوران رنسانس ساخته شدند. کلیسای سیستین، موزه‌های واتیکان و صومعه سانتا ماریا دلا پاچه. همگی آنها به نام کلیسا و طی این دوره از تاریخ اروپا ساخته شدند. ولی این پیشرفت‌های تحسین شده در هنر و کاوشگری همگی به بهای گزاف به دست آمدند. For all of the beauty and creativity that we think of now as the Renaissance, a lot of that work was financed by corruption. You want the Sistine Chapel? The Sistine Chapel was paid for by bribery. A lot of that beauty, the flip side of it was brutality. The church is very human, made up of sinful people who are striving to live a life according to the Spirit, and yet
we fall. And big men with big titles fall. We always have to remember that this history of the papacy is not always a good history. در پس چهره‌های شاخص قرن‌های 15 و 16 تاروپودی از رسوایی، خشونت و انحطاط قرار دارد که پاپ‌های آن روزگار را احاطه کرده است. The thing you have to really remember about this moment in history is there is no other game in town but Catholicism. The higher up you get in this organization, which is a kind of multinational by this time, the more important your influence is. And the Pope is the CEO of this global institution. And Italy at this time was an unbelievably dangerous place to be an important person. طی دوران رنسانس کلیسا از طریق زمین‌ها و املاکش ثروت حیرت انگیزی تلمبار کرده بود. کلیساها همچون بانک‌های محلی وام می‌دهند، عشریه جمع می‌کنند و بر خزانه عظیمی از طلا و جواهر تکیه دارند که از طریق ائتلاف‌های سیاسی به دست آمده است. با باد کردن ثروت کلیساها قدرتشان هم به شدت افزایش می‌یابد و اروپایی‌ها دست به هر کاری می‌زدند تا محبوب کلیسا شوند و در آن نفوذ کنند. If you read Shakespeare and you read Jacobean drama and stuff like that, Italy at the time becomes this shorthand for evil and grotesque double-dealing and poisoning. Italy at this time is, of course, not a country. She's a set of little city-states. And the basic tool of loyalty in all of these places is family. Family. You know, the mafia doesn't grow out of Italy for no reason at all. خانواده‌هایی که این دولت شهرها را کنترل می‌کنند دائما در رقابت با یکدیگرند برای کسب پول، زمین و مهمتر از همه قدرت. The most important city-states were Milan, run by the Sforza family, Florence, which came under the domination of the Medici family, and there was Rome, which was a kingdom in which the king was the Pope. امروزه کمتر پیش می آید که پاپ‌ها را مردانی اهل خانواده و خاندان در نظر بگیریم، ولی در حدود سالهای 1400 بسیار متداول بود که پاپ‌ها فرزند داشته باشند. It's pre the Victorian moment and the Puritan moment. So all of these people who are running this big institution, many of whom have come from top-notch families, cannot get married, and they understand that. But that doesn't appear to mean chaste, because the Pope will have children. پاپ‌ها با فرستادن فرزندان و بستگانشان به کالج کاردینال‌ها می‌توانند ماندن خانواده‌شان در قدرت را تضمین کنند. There is a great problem when the papacy changes between families. Rome can become a very dangerous, even violent place there, where the faction that's controlled the Vatican finds itself under threat. I think the Pazzi conspiracy is a beautiful microcosm of how crazy a place Renaissance Italy was. تا دهه 1470 خانواده‌های ایتالیایی تا چندین نسل درگیر نبرد قدرت بودند و پاپ سیکتوس چهارم که به تازگی منصوب شده و یکی از اعضای خاندان جاه طلب دلا روبره است، احساس می‌کند که از سوی رقیبانش تهدید می‌شود. There's conflict with the Medicis. The Medici family, they were kind of a messy family. I think about them as being the dynasty of the Renaissance. خاندان مدیچی مانع کسب و کارهای خاندان دلا روبره شدند. One of Pope Sixtus's many nephews is a vicious nutcase. Says the answer to our problems is get rid of the Medici, get rid of this headache. This was just a stupid idea. I mean, the Medici clan was huge. The Pope agreed to the murder of Lorenzo de' Medici and his brother. خاندان دلا روبره اعضای خاندان پاتسی را که یک خاندان بانکدار ایتالیایی دیگر بود به خود جلب کردند. The second wealthiest family in Florence was the Pazzi, who resented the Medici because they felt that the Medici had unfair advantages. در روز یکشنبه 26 آوریل 1478 مهاجمان در مراسم عشای ربانی در فلورانس به برادران مدیچی حمله کردند. The conspirators attacked and killed the brother and attacked Lorenzo, who escaped.
Lorenzo musters his troops. They quickly capture the main conspirators and the murderers, and they're summarily executed. و در روز 6 اوت 1492 درست 3 روز بعد از اینکه کریستوف کلمب راهی جهان جدید می شود، در حالی که ثروتمندترین خانواده‌های ایتالیایی در رقابت‌های مرگبار گرفتار شدند و مسئله بر سر حکومت تمام اروپا و آمریکاست، 23 کاردینال یکی از خونین‌ترین جلسات انتخاب پاپ را در تاریخ واتیکان آغاز کردند. در اوت 1492 23 کاردینال باید پاپ جدید را برگزینند. پاپی که قرار است رهبری کاتولیک های جهان که تا آن زمان وجود داشته است را بر عهده بگیرد. The cardinals will live in the Sistine Chapel until they finally decide who's Pope. So it's a very intense hothouse. هر خانواده قدرتمند ایتالیایی یک کرسی بر سر میز دارد و اسبی در میدان مسابقه. The two most powerful factions at this conclave, one was led by a cardinal named Ascanio Sforza. Sforza's primary rival was Giuliano della Rovere. جولیانو دلا رووره برادرزاده سیکتوس چهارم، یعنی همان پاپ تبهکاری بود که رقیب را با خشونت حذف کرده بود. حالا این برادرزاده هم وارث همان جاه طلبی کور عمویش بود. Della Rovere had a very powerful personality. He's very smart and he's very ruthless. جولیانو دلا رووره که مصمم بود جلسه انتخاب پاپ را به سود خود تغییر دهد، به کاردینال ها رشوه می پردازد. Although the matter may finally be about God and heaven, this is an earthly institution and it's run by men and it has a power structure attached to it. And whenever in history you introduce power structures, you will find forms of corruption. در حالی که دلا رووره و اسفورزا میدان نبرد را غرق کرده بودند و رقابت می‌کردند، یک نامزد دیگر در پس صحنه کارزار دیگری به راه انداخت. Rodrigo Borgia was both an insider and a dark horse at the same time. رودریگو بورژا یک کاردینال اسپانیایی است که از زمان نوجوانیش به طور پیوسته در سلسله مراتب کلیسا ارتقا پیدا کرده بود. He had been through 5 papacies, the most important, powerful member of the Vatican bureaucracy. But he was a Spaniard. That makes him an outsider. با آنکه بورژا بیگانه است، یک سیاستمدار با تجربه واتیکان محسوب می شود. در 4مین روز از جلسه انتخاب پاپ، این کاردینال اسپانیایی مانور قدرت خود را آغاز می کند. In the middle of the night, 6 mules loaded with silver leave the Borgia Palace in Rome and trot along the streets to the palace of Ascanio Sforza, cardinal and one of his rivals. And it is absolutely clear that somewhere underneath that, a deal has been done. پاپ الکساندر ششم 1492. Rodrigo Borgia bought his way into the papacy. اولین اقدام بورژا در مقام پاپ این بود که شبکه‌ای از آدم‌های معتمدش را گرد خود جمع کند. همچون بسیاری از افراد قدرتمند آن دوران و نیز امروز، بورژا فرزندانش را در بالاترین مراتب شورایش گماشت. He had some of his children marry important princes in other dominions. He made his one son a cardinal and gave him all kinds of church income. It is a story of nepotism, really. People thought, how could these kind of venal arrivists take over the Vatican City? پاپ الکساندر ششم که با فرزندانش احاطه شده، آماده است که خاندان بورژا را بسازد. The hierarchy of the church is about making sure that the papacy stays powerful. And we have a global multinational company operating. It needs a vast administration. Pope Alexander VI is the father, almost the creator, of modern diplomacy. He introduced the practice of stationing
the prototypical ambassadors at the city-states to live there. And then he started doing that with the major North European capitals. همه سفیران او در میان روحانیون و پایگاه‌های آنها زندگی می‌کنند و همگی به واتیکان گزارش می‌فرستند. تنها چند هفته بعد از شروع کار او به عنوان پاپ، الکساندر ششم قدرتش را در سرتاسر اروپا گستراند. او قصد نداشت به همین اکتفا کند. The new world is discovered, and Columbus is instructed to write letters to the Pope, sort of chatty little travelogues about all the things that he's seeing and who the natives are and what they look like and how fascinating they are. He's filling in the Pope in order to soften up the Pope towards the Spanish perspective. And because the Portuguese and the Spanish are spatting about who is going to own what. This got very ugly and very tense, and it seemed likely to result in war. They turned to the papacy, to Alexander VI, to adjudicate the international boundary. It's the Pope who literally draws the line on the map of the ocean. Everything east of that line belonged to Portugal. And that's how Brazil came to be a Portuguese colony. در 12 مه 1493 پاپ الکساندر ششم فرمان اینترکاترا را صادر کرد. فرمان پاپ بخش عمده قاره جدید را به سرزمین مادریش محول کرد. The Spanish have the lion's share, and blow me down, but if the Pope doesn't also get a Spanish bride for his second son. فرمان پاپ که منجر به صدها سال غارت و نابودی سرزمین بومی ها شد، هنوز تا به امروز جنجال برانگیز باقی مانده است. جهان به زودی متوجه می شود که این اقدامات بورژا بهایی گزاف داشته است. وقتی رودریگو بورژا در سال 1492 تبدیل به پاپ الکساندر ششم شد، دورانی از تضادهای افراطی نیز آغاز شد. او هم پیشرفت‌های حیرت انگیز هنر و تکنولوژی را به واتیکان می‌آورد و هم فرهنگ فساد، زد و بند و سیاست بازی وحشیانه. He knew how to terrify people. He knew how to bully people. But he was a very astute politician. He was like a mafia don, like Marlon Brando in The Godfather. Somebody who enjoyed the trappings of power. Often a very good administrator is somebody who wants to get very rich themselves. Corruption is twofold. It's financial and sexual. یکی از رسواترین داستان‌های دوران پاپ بودن بورژا ماجرای ضیافت شاه بلوط است. The story is that it was a party at which dozens of prostitutes were invited and everybody got naked and all sorts of things happened, somehow involving chestnuts. And supposedly Pope Alexander was present. در مورد جزئیات این ضیافت ابهام‌های فراوانی وجود دارد، ولی در ماجرای معشوقه پاپ که ساکن واتیکان شده بود شک نیست. Giulia Farnese was a beautiful young member of an important Italian family. And when Rodrigo became Pope, among the young men he appointed cardinals. One was Giulia's brother. This was a way of buying the girl. I'll make you a cardinal. You let me have her as a mistress. Rodrigo was 60 at the time. She was 15. She lived in the papal palace with the other young Borgias. He had at least one child with her. To us, that looks like a bundle of contradictions. How can you be conventionally pious and yet be living this kind of contradiction? It's a kind of Latin distinction between the man and the office. People manage to respect the office while being aware that the people who occupy it were extremely fallible. The modern mind has some trouble with this. Jesus himself was both God and man. The person is both body and soul. The church is both justice, the law,
and mercy, forgiveness of sin. There was a sense in which sin was automatic. Human beings would sin, and if they didn't sin, they wouldn't need the church to help them get out of it. و یکی از راه‌های واتیکان برای تأمین هزینه گناهان پاپ همین فروش توبه و بخشش بود، یعنی پولی که در ازای بخشایش به کلیسا داده می شود. If you know you're going to sin, maybe you could buy ahead of time a pardon. خرید توبه با آنکه به لحاظ اخلاقی بحث برانگیز است، هزینه بسیاری از گنجینه‌هایی که امروزه به کلیسای مدرن منسوب می‌کنیم را تأمین کرده است. Borgia exemplifies all the things about the Renaissance papacy that we both deplore and admire. A corrupt papacy, but he's great patron of the arts. He begins to employ the greatest artists and architects of the time. طی دوران حکمرانی بورژا در مقام پاپ قلعه سنت آنجلو مرمت می شود. مرکزی برای دانشگاه روم تأسیس می شود و میکلانژ طرح‌هایی ترسیم می کند برای بازسازی کلیسای پتروس قدیس. One just has to live with the paradox that these things are the product of sin, but they are not themselves sinful. They're wonderful and the world is better for them. بورژا به نام خدا و خانواده‌اش آنقدر سفارش آثار هنری می‌دهد که امروزه تصور می‌شود تصویر مسیحیت امروزی از عیسی مسیح از روی بزرگترین تابلوهای پسر بورژا یعنی چزاره الگو برداری شده است. ولی در حالی که الکساندر ششم به جمع‌آوری رشوه ادامه می‌دهد و واتیکان را تزیین می‌کند، یک رقیب قدیمی مشغول برنامه‌ریزی است تا او را از قدرت به زیر بکشد. The man who will turn out to be Rodrigo Borgia's real nemesis is Giuliano della Rovere. He was an angry, aggressive man in contrast to Alexander VI's nature, which by everybody's agreement was immensely charming. رقابت بورژا و دلا رووره به روزهایی برمیگردد که هر دو کاردینال‌های جوان بودند، ولی وقتی بورژا منصب پاپ بودن را در 1492 تصاحب می‌کند، دلا رووره سخت به تکاپو می‌افتد تا دشمن را نابود کند. Not surprisingly, when della Rovere doesn't get the papal throne, he basically leaves Rome in a sulk. Della Rovere exiled himself to France and attached himself to the French court and tried to work against Pope Alexander VI. دلا رووره که مصمم بود رقیبش را به زیر بکشد، سرانجام شارل هشتم پادشاه فرانسه را متقاعد می‌کند که ناپل را تصرف کرده و سپس روم را تسخیر و پاپ را به زیر بکشد. 2 years after Rodrigo Borgia comes to the throne, this army floods over the Alps into northern Italy and towards Rome. It's a major catastrophe. As the immense French army on its way to Naples approached Rome, the papal court got ready to flee. Alexander decided at the 11th hour, I'm not going to run away. با وجود اینکه پاپ الکساندر ششم ارتشی از آن خود نداشت و در مواجهه با 25,000 سرباز فرانسوی قرار گرفته بود، عزم جزم می‌کند که به خاطر روم و کلیسا بجنگد. Basically, then the Pope is having to negotiate sort of for his life and for the life of Vatican and papal independence. He invited Charles to come live with him in the Vatican, and he so charmed him, so won him over, that Charles announced, hey, this is the real thing. I'm not going to depose him. And then Pope Alexander helps to scoot them out on their way. پاپ بورژا در یکی از بزرگترین اقدامات دیپلماتیک تاریخ جهان، شارل پادشاه فرانسه را متقاعد می‌کند که روم را ترک گوید و تشکیلات پاپ را دست نخورده باقی بگذارد. Della Rovere went nuts over this because Della Rovere lost his chance to displace his enemy. ولی چیزی نگذشت که معلوم شد جولیانو دلا رووره فقط یکی از انبوه تهدیداتی است که پاپ الکساندر ششم و منصب جهانساز او را تهدید می‌کند. در 1494 تشکیلات پاپ هم رونق گرفته است و هم مدام بیشتر در فساد فرو می‌رود. گرچه بورژا در مقام پاپ توانست پادشاه شارل را مجاب کند که دست از سر روم بردارد، سپاهیان عظیم شارل به حرکتشان به سوی بقیه شبه جزیره‌های ایتالیا ادامه دادند.
situation in Italy is getting very dodgy. And into this vacuum kind of enters this passionate fundamentalist called Girolamo Savonarola. جیرالامو ساوونارولا یک راهب ایتالیایی کاریزماتیک است که در فلورانس زندگی می کند. در حالی که فرهنگ واتیکان مغلوب مادیات و هرزگی می شود، او بیشتر و بیشتر خود را وقف جهان کتاب مقدس می کند و فقر، پرهیزکاری و خشوع پیشه می کند. He's a very good preacher and he understands the Bible inside out. He's part of a church, but he sees its corruption. And so he starts to make an attack on the Vatican. If you take Borgia and Savonarola, they represent polar opposites within the Christianity of the 15th century. در حالی که بورژا در مقام پاپ به نام خداوند سفارش آثار هنری گزاف می‌دهد، ساوونارولا از این ولخرجی‌ها به عنوان سقوط مسیحیت یاد می‌کند. His take on the Renaissance is basically, this is the beginning of hell on earth. This is the beginning of the end. خطابه‌های آخرالزمانی ساوونارولا هزاران نفر را به خود جلب می‌کند. او پاپ را مقصر تجاوز فرانسوی‌ها می‌داند و پیش بینی می‌کند که خداوند ایتالیایی‌ها را به خاطر این لذت‌گرایی کلیسا تنبیه خواهد کرد. When Italy was being invaded by French armies for the first time in decades, it was a moment when the world looked as if it was coming to an end. And Savonarola started preaching this world end message before the crisis really hit. So people thought, well, here's a prophet. He understands what happens when people get frightened. And what he does is to say, look at all this art all around the walls. There was a time when all you saw was pictures of our saints and Mary and Jesus. And now, along with them, you've got these people of flesh and blood, and there's quite a lot of flesh being shown too. This is the body. This is not the spirit. We're moving away from the true path, and God is punishing us. در حالی که پاپ الکساندر ششم این واعظ متعصب را به عنوان شخصیتی زودگذر نادیده می‌گیرد، پیروان ساوونارولا زیاد و زیادتر می‌شوند. He did whip up a lot of support in Florence, aimed at Rome. And he wrote some shocking things about Alexander. He wanted the world to see Alexander as the embodiment of evil. He wanted Alexander to be removed from the papacy. Alexander could have had Savonarola taken into custody, killed. He just laughed it off and never defended himself against it. ولی در 7 فوریه 1497 ساوونارولا دست به شورشی علیه الکساندر میزند که پاپ دیگر نمیتواند نادیده‌اش انگارد. Savonarola contrives this idea of a bonfire to set fire to things that are not necessary and fripperies and are luxuries. Famously, Savonarola gathered paintings, beautiful objects, luxurious fabrics, all put on a bonfire as a symbol of the last days. It becomes known in history as the bonfire of the vanities. ده‌ها هزار نفر از اهالی فلورانس به سوی این آتش تکبر رفتند و به عنوان همصدایی مایملک جهانیشان را در آن سوزاندند. It's a brilliant stroke. It's intimidating, it's public spectacle, it shows his power, and it's dramatic. It is one of the moments in this moment in history that lives on as emblematic of excess luxury and then excess fundamentalism. پاپ الکساندر ششم در می‌یابد که دیگر نمی‌شود ساوونارولا را نادیده گرفت. او این آتش افروزی را اعلان جنگ علیه واتیکان می‌بیند. در 1497 پس از ماه‌ها نادیده گرفتن اقدامات آتشین ساوونارولا علیه واتیکان، سرانجام واقعه آتش افروزی تکبر پاپ الکساندر ششم را وادار می‌کند که مقابله به مصر کند. The Pope told him to stop all this. He said no, and the Pope declared him a heretic. 2 ماه پس از واقعه فلورانس، پاپ الکساندر ششم او را طرد می‌کند.
the excommunication. It is a very powerful tool, which makes a lot of people nervous about coming to hear Savonarola talk. They may believe in him, but the Pope still runs the show, and this guy is going to hell if he's been excommunicated. He was destroyed by his defiance of the Pope. هواداران پاپ به خاطر این تخطی ساوونارولا خواهان مرگ این مرتد می شوند. در 23 ماه می سال 1498 جرالامو ساوونارولا به میدان مرکزی فلورانس کشیده می شود و سوزانده می شود. They let him burn until nothing is left. در اوت 1503 بعد از ایجاد امپراتوری دیپلماتیک سفارش بزرگترین آثار هنری جهان تا بدان روز و حکمرانی بر یکی از فاسدترین تشکیلات پاپ در تاریخ، پاپ بورژا دچار بیماری مالاریا می شود و ناگهان جان به جان آفرین تسلیم می کند. It's such a dramatic decline. A mosquito bites someone, and the entire 11 years of trying to build a dynasty collapses. It's gone. And within a year, the arch enemy has taken the papacy. پاپ جولیوس دوم 1503 درست 3 ماه بعد از مرگ رودریگو بورژا، دشمن قسم خورده‌اش جولیانو دلا رووره تبدیل می شود به پاپ جولیوس دوم. Della Rovere was not chosen by a college of cardinals that saw in him a holy man suited to be the leader of the Universal Church. He took the office which he had hungered for by the force of his ability to intimidate, and almost immediately became a kind of egomaniac. پاپ جولیوس دوم که هنوز کینه و انتقام خواهی انگیزه محرکش بود، وظیفه شخصی خود می‌دانست هر آنچه دشمن دیرینش ساخته بود را ویران کند. این ویرانی را با پسر بورژا یعنی چزاره شروع کرد. Pope Alexander definitely did go overboard with nepotism, particularly with respect to this son, Cesare. Cesare was basically being given the keys of the kingdom. He was given control of the army. پس از اینکه جولیوس دوم پاپ می شود، چزاره بورژا را به زندان انداخته و همه مناصبش را از او می گیرد و در نهایت او را می کشد. Della Rovere devoted himself to blackening the reputation of the whole Borgia family. The rumor starts that Lucretia Borgia Rodriguez's daughter is a whore who is sleeping with her father and probably sleeping with her brother. There is no evidence inside the Borgia history of incest. That doesn't mean it did not happen, but it's a bit like tabloid journalism. Once the mud has been slung, it sticks. پاپ جولیوس دوم به بدنام کردن بورژا ادامه می‌دهد. اعلام می‌کند که رفتار خاندان بورژا آنقدر مشمئز کننده بوده که باید بخشی از واتیکان که آنها در آن زندگی کرده‌اند بسته شود. Julius II had those Borgia apartments sealed up, so contaminated by these evil presences that nobody should go there. They stayed sealed till the 19th century, and now they're a tourist attraction. امروزه بیش از 5 میلیون نفر در سال از اقامتگاه‌های بازسازی شده بورژا دیدار می‌کنند که باعث شده یکی از جذابیت‌های توریستی واتیکان باشد. با وجود طرد شدن پاپ بورژا توسط پاپ جولیوس دوم، سبک زندگی مجلل بورژا هنوز پابرجاست. He actually was the great patron of Michelangelo. He rebuilt the whole of St. Peter's. He commissioned Michelangelo to do the dome. در سال 1508 پاپ جولیوس دوم سفارش مشهورترین اثر واتیکان امروز را داد: سقف کلیسای سیستین. Della Rovere was driven by personal ambition, grandiosity. He wanted Michelangelo to get finished with the Sistine Chapel so he could get to work on his, Julius's tomb, which was never finished. علیرغم انگیزه‌های شخصی پاپ دلا رووره، هنر در دوران او هم رونق پیدا می‌کند و تشکیلات پاپ قدرتمندتر از هر زمان دیگری می‌شود.
He's a warrior pope who actually goes into battle leading his own soldiers, wearing silver armor. It is to aggrandize himself to some extent, but it's also part of a vision of a papacy that has to be underpinned by power. پاپ جولیوس دوم تا زمان مرگش در 1513 با قدرت بی همانندش رخنمایی می‌کند. تا هنگام مرگش یک خانواده قدرتمند دیگر ایتالیایی با صبر و حوصله مشغول توطئه بودند تا تاج و تخت پاپ را تصاحب کنند. وارث جوان این منصب ثروت و شوکت رنسانس را به حد و مرزی می‌رساند که کلیسا دیگر هرگز از آن رها نمی‌شود. پاپ‌های دوران رنسانس به خاطر شکوه و جلالشان شهرت دارند، ولی یکی از پاپ‌ها بود که ولخرجی‌های تشکیلات پاپ را به فراتر از هر افراط‌گرایی برد. پاپ لئوی دهم عضوی از خانواده ثروتمند مدیچی است و با سبک زندگی بسیار پرتجمل پرورش یافته است. Giovanni de' Medici was the second son of Lorenzo de' Medici. He was a pleasure-loving man, loved the arts, theater, music, all that sort of thing. Leo X and members of the Medici dynasty represent the most glorious aspect of the papacy at the beginning of the 16th century and also its nemesis. They are the initiators of the alliance between the papacy and the arts and the corruption of Western Christianity altogether. لئوی دهم برگزیده شدنش به عنوان پاپ را با ضیافتی در فلورانس جشن می‌گیرد. بخشی از این جشن پسر جوانی است که با طلا رنگ شده است. در اواسط عیش و نوش پسر به خاطر مسمومیت رنگ جان می‌دهد و بسیاری از افراد مرگ پسر جوان طلایی را نماد پیشگویی‌های آخر زمانی ساوونارولا می‌بینند، یعنی مرگ به خاطر افراط‌کاری‌های کلیسای کاتولیک. Pope Francis rapidly becoming known as the People's Pope. Yeah, he takes the bus, as we've reported here. He pays his own bills. Pope Francis is simply not interested in the power, wealth, influence aspect of the papacy at all. He gets up at 5 and he works till 10 p.m. So there's a kind of focus there that we admire, but if everybody was like that, the world would be horrible. The Renaissance popes did things very, very differently. They took a lot of holidays, they partied. And they created beauty. But the beauty was paid for with sin. خانواده‌های بورژا، دلارووره و مدیچی و دیگر خانواده‌های قدرت طلب و مرگباری که ایتالیای دوران رنسانس را شکل دادند، کلیسا را تا مرز فروپاشی پیش بردند. در پایان قرن 16 جاه طلبی‌های کوران‌ها، تجمل افراطی و هزینه‌های گزافشان باعث شده بود تا کلیسا هم به لحاظ مالی و هم معنوی ورشکسته شود. What they did with power, it's obviously incompatible with the figure of Jesus in the Gospels. And yet, when you stand in front of Michelangelo's Pietà in the Vatican or Raphael's frescoes, what do you say? Do you take a hammer to them? Or do you say they have nothing to do with Christianity? The finance and the corruption and the creativity are in a queasy relationship to each other all the way through this extraordinary moment in history. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان فساد دوران رنسانس را از زیبایی و دستاوردهای این دوران جدا کرد. بخش عمده قدرت امروز واتیکان حاصل وضعیت دیپلماتیکی است که پاپ بورژا ایجاد کرد و توریست هایی که واتیکان به خود جذب می‌کند نتیجه آثار هنری است که به سفارش خانواده‌های دلارووره و مدیچی انجام شدند. What has been erected are these extraordinary gifts to all of humanity so that the church is like a repository of beauty. How can we have this magnificent art repository and architecture of St. Peter's and then the corrupt actions of individuals? And yet the church is both.
دوگانگی و تضاد رنسانس در همه جوانب کلیسای امروزی نهفته است. همه پیشرفت‌ها به قیمت از خودگذشتگی‌ها و قربانی شدن‌ها میسر شدند و علی‌رغم فساد انسان‌های جایز الخطا منصب پاپ کماکان الهی باقی مانده است.